سرخط مهمترین خبرها. تاجیکستان برای حل مسائل مهاجرت خواستار مناسبت احتیاطکارانه شد. باز یک آموزگار مورد لطکوب قرار گرفت و پایان مأموریت ائتلاف جهانی بر ضد داعش. درود بیننده‌های عزیز، برنامه نوید بامدادی را با خبرهای نو از تاجیکستان و جهان از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه تقدیم می‌کنیم. امروز 8 اکتبر است. فیضیخان رجبوها آموزگاری مکتب رقم 8 شهر وحدت شکایت دارد که از سوی مادر یکی از خوانندگان این مکتب مورد لطکوب قرار گرفته در بیمارخانه بستری است. شکایت آموزگار روز 7 اکتبر در شبکه‌های اجتماعی نشر شد که واکنش‌های گوناگون را به میان گذاشت. وزارت معارف و علمی تاجیکستان بعد نشر شکایت آموزگار گفت آن را مورد سنجش قرار دادند. با اطلاع این نهاد حادثه بعد آن سر زده است که خواننده مکتب شاهزاده مومینова روند درس را چند مرتبه ویران کرده با تاکیدهای آموزگار برعکس واکنش نشان داده است. منبع میگوید وقتی فیروزه سرمیساقова مادر خواننده از بحث فرزندش با معلم آگاه میشود، با مقصد تنبیه آموزگار به مکتب رفته در داخل صنفخانه با آموزگار جنجال نموده او را مورد لطکوب قرار داده است. یک منبع نزدیک به حادثه گفت که مادر خواننده بازداشت شده، نسبتش پرونده باز شده است و حالا تفتیشات ادامه دارد. جزئیات بیشتر و نظر جانبها تا حال معلوم نیست. درباره جراحت برداشته آموزگار نیز چیزی گفته نشده است. در 2 هفته اخیر این دومین حالت لطکوب آموزگاران رسانه‌ای می‌شود. 23 سپتامبر پلیس دوشنبه از بازداشت یک دانشجوی دانشگاه تجارتی با اتهام اوباشی و لطکوب آموزگار خبر داده بود. سیراج‌الدین موحدین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در شهر مسکو مسئله مهاجرت را به بررسی گرفته برای حل این مسئله خواستار مناسبت احتیاطکارانه شده است. با اطلاع وزارت کارهای خارجه، سیراج‌الدین موحدین 7 اکتبر در جلسه شورای وزیران کارهای خارجه اتحاد دولت‌های مستقل با مسئله‌های مهاجرت توجه ظاهر نموده گفته است برای حل مسئله‌های مهاجرت در فضای اتحاد دولت‌های مستقل مناسبت همه‌جانبه و احتیاطکارانه که منفعت‌های جانبی قبول کننده، کشور ارسال کننده، خود شهروندان خارجی و اهالی محلی را برابر به نوبت می‌گیرد ضرور است. او از کشور علایده نام نگرفته است، ولی بعد از حمله مرگبار به تالار کراکوس سیتی هال مهاجران تاجیک بارها از افزایش تفتیش اخراج بی‌اساس از قلمرو روسیه نگرانی کردند. 4 روز پیش قاهر رسولزاده نخست وزیر تاجیکستان نیز از نقض حقوق مهاجران نگرانی کرده بود. حالا امامعلی رامون رئیس جمهوری تاجیکستان برای شرکت در نشست رهبران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در مسکو قرار دارد. جزئیات بیشتر موضوعهای این نشست معلوم نیست. ائتلاف بین‌المللی که برای محو سازمان تروریستی به نام دولت اسلامی تأسیس یافته بود با مأموریتش پایان می‌دهد. حکومت آمریکا که این ائتلاف را راهبری می‌کرد گفت پایان یافتن تدریجی مأموریت ائتلاف عملیات‌های آن برای محو باقی‌مانده داعش را مشکل نمی‌کند. در این باره همکارم مومن احمدی گزارش می‌دهد. 10 سال پیش داعش عراق و سوریه را به خاک و خون آغشته کرد. امریکا و کشورهای دیگر در یک ائتلاف جمع آمدند تا با شریکانشان در عراق و سوریه تروریستانی را نابود کنند که تقریباً 3/1 خاک دو کشور را در دست داشتند. بعد شکست دادن داعش 2500 سرباز آمریکایی در عراق ماندند که سربازان عراقی را آموزش و عملیات‌های مشترک انجام دهند. مأموریت از صلاحیت ائتلاف جهانی به سازش امنیتی دوجانبه با حکومت عراق تغییر داده می شود. سابرینا سینگ با خبرنگاران گفت که اعلان او به معنی بیرون کشیدن نیروهای آمریکا نیست. عین زمان معلوم نیست چند نفر آنها و در کجا میمانند. امریکا از عراق رفتنی نیست. من نمیتوانم جزئیات دیگری درباره رد پای نیروهای آمریکایی بگویم. مرحله اول اجرای سازش بلافاصله سر می شود و نیروهای ائتلاف باید در مدت نه کمتر از 1 سال فعالیتشان را در عراق جمع بست کنند. در مرحله دوم تعدادی از سربازان در عراق می مانند تا در عملیات‌های ضد تروریستی در سوریه همسایه کمک کنند. وزیر دفاع عراق گفت که بر اساس سازش بسیاری از نیروهای آمریکا باید تا 2 سال آینده کشورش را ترک کنند. نخست وزیر عراق گفته است که شاید همکاری‌های نظامی ادامه کند چون نگرانی‌ها از جان گرفتن داعش وجود دارد. آنهایی که مثل ما وضع را از نزدیک دنبال می‌کنند هشدار دادند که داعش در مناطق مرکزی بیابانی دوباره جان می‌گیرد. در نهایت امر از رودخانه فرات هم فراتر می‌رود. قابل پیش بینی است که در مرحله بعدی در عراق نیرو بگیرند.
امریکا میگوید که شاید در عراق و سوریه تقریباً 2500 جنگجوی داعش مانده باشند، اگرچه حمله های آنها امسال در مقایسه با سال 2023 زیادتر شده است. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. مقامات پاکستان و چین اعلام کردند که 2 کارگر چینی در پی ترکش در نزدیکی فرودگاه کراچی کشته و دست کم 8 نفر دیگر زخمی شدند. با گفته مقامات پاکستانی و پلیس این کشور، یک ماشین نفتکش در بیرون از فرودگاه کراچی که کلانترین فرودگاه پاکستان است، روز یکشنبه ترکیده است. سفارت چین در خبرنامه گفته است که کاروانی حامل کارمندان چینی شرکت برق بندر قسیم حدود ساعت 11 شب به وقت محلی هدف حمله قرار گرفته که بر اثر آن 2 شهروند چینی کشته شدند. چند شهروند پاکستان هم در این حمله زخمی شدند. زیا حسن از مقام‌های ولایت سیند در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی محلی گفت که خارجی‌ها در این حمله هدف اصلی بودند. هزاران کارگر چینی در پاکستان حضور دارند و در طرح‌های مشترک اقتصادی همکاری می‌نمایند. خبرنامه جانب چین این ترکش را یک حمله تروریستی خواند و گفت که پکین و اسلام آباد در تحقیق حادثه همکاری می‌کنند. شبکه‌های روسی در تلگرام گزارش دادند که بر اثر حمله هواپیماهای بی‌سرنشین اوکراینی یک انبار سوزشواری در فئودوسیا در کریم اشغال شده آتش گرفته است. حادثه روز 7 اکتبر رخ داده است. ساکنان گفتند که صبح دوشنبه در فئودوسیا چند ترکش به وقوع پیوست و سپس سوختار سر زد. مقامات روسیه به ذکر حمله هواپیماهای بی‌سرنشین سوختار یک انبار سوزشواری را تصدیق کردند. اولگ کریوشکوف، مشاور رئیس جمهور کریم که از طرف روسیه تعیین شده است، در تلگرام نوشت که تلفات جانی نیست. وزارت دفاع روسیه خبر داد که صبح 7 اکتبر 21 هواپیمای بی‌سرنشین اوکراینی را سرنگون کرده است. بخش یک روز تاریخ را همکارانمون آماده کردند که تحولات مهمترین تاریخ را در روز 8 اکتبر فرا میگیرد. 8 октябри соли 2018 баъди тахминан 20 сол ҳукумати президенти ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев дар мувофиқа бо мақомоти Тоҷикистон ба поккории сарҳадаш аз мина шурӯъ кард. минаҳое ки ба қавли ҳукумати пешини Ислом Каримов ба хотири пешгирӣ аз вуруди ҷангиёни ифротӣ поёни солҳои 90 ҷойгузорӣ шуданд, дар 20 сол беш аз 800 сокини Тоҷикистонро куштаву захмӣ карданд. сентябри соли 2021 Мирзиёев гуфт барномаи поккории минаҳо иҷро шудааст. 8 октябри соли 1935 донишманди забоншиноси тоҷик Баҳриддин Камолиддинов таваллуд шудааст. Камолиддинов яке аз муаллифони китоби грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик буда муаллифи даҳҳо мақолаи илмист. вожашиносӣ ихтисоси ӯ буд ва ба фарқ аз дигар коршиносони соҳа як муҳаққиқи озодандеш ва таҳаммулпазири назарҳои мутафовит дар баҳсҳои забонӣ будааст. дар авҷи пандемияи коронавирус бемор ва баъди духтараш дар синни 84-солагӣ даргузашт. 8 октябри соли 1966 овозхон Наргиз Бандишоева таваллуд шуд. ӯ дар синни 25-солагӣ дар як садамаи мудҳиши автомобилӣ даргузашт, вале 4-5 таронае ки баъди сараш мондааст, Лалаик, Ҷони ман ва дигарҳо то ҳол маҳбубанду хотирмон ҳастанд. ӯ соли 1991 дар Қазоқистон ҷоизаи аслии озмуни мусиқии садои Осиёро бурд ва онро ба Тоҷикистон овард. صبح امروز در بانک‌های تاجیکستان 1000 روبل روسی 111 سومونی و 100 دلار آمریکایی 1060 سومونی ارزش دارند. خوربی رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مدت جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی با نشانی azadi.org و آزادی موبی پیدا کنید. خدا نگهدارتان.